کجا بخیر گیلا راستی گلیلا حیات ببرفتی چرا چی گپ قرآن گلمه مبارک باشه چشمات روشن باشه چی گپ گیلا بله چی گپه چشمات روشن باشه که مادر ما بچی خدا داده انا چه زن همین تام رنگ ولیه چی هم سایه داری بیا بده بابا خاله مشو عمه مشو خاله من هم لیلا تو بدی فقط برو شلقمی که دو جا کرده بشی چیشایی با من رفته بفهمیدی منطقه میگم که چیزه به عقل کمال خوب با من رفته خوب به چیشا خوب با من رفته خوب اما تپینک که مثل تپینک تو میتلشته خوب علیت خیلی بچه خوبیه یعنی خوشحالی دیگه ها دیشب ساعت سینیم بجیشه به دنیا آمده ولی گپ پذیر بدم مادر تو بیشتر با او کی؟ مادر تو حال فتوا نداده خوب تا حال نگفت مشخص نکرده وقتی که من بران نداشتم میگه تطور مایی ما حال تو هم مادر کو پرسان میکنی که تو بیشتر مایی یا اون بیشتر میخنده همیتا میخنده خب بر که میبینه میخنده صبح ما چای خوردم گیلا چای کو صبح من لیلا چای شکر خوردیم خب یک پیاله شامی هم بدن از اون واسطه میکنه نانی میگه نه این هنوز یک شیوه شده خوبه یک روز دیگه میتونی به خیر خیریات تو رسید یک پیاله که تو برق بریزی به خیر خیریات خط میخونده میشه میره چاره خوب باز ما بیتر ببینم دل به دنیا داره چای شکر نخوره انا ایت برا گیلا ما یک چیزی به تو بگم شما عقل کمال رم چک کردین که یعنی عقل کمال داره یا نداره مثل منه خوب از ما از او یک هیل بیشتر او از من بیشتر عقل کمال داره از تو بیشتر عقل کمال داره ما یک گفتم وشتی جیگری والله خو جیگری والله خو جیگر کوکا خو جیگر لالا خو وشتی لیلی یک بار ببینم من خندم من باسی تکاست کی لاگو به نظر مشکل شاد پیر مادر خورم بشناسه که پیار مکینه مادر مکینه ما هایده بقول میگم بابا نوروز علی بابا نوروز بشناسه یا بابا نوروز یک بار بابا نوروز سی میکنه منتها کله سفید پیار ما میخنده ها خدا حافظ بالا من بعد یک بیل من کجا میبری گیلا یستونه گیلا من یک چیز دیگه هم به تو بگم من میگم که 10 سال بعد دیگه به خیر خیریات اگر نموریم ما زنده باشیم باز دست از او بریم مثل تو بری بازار بیا دیگه یعنی اعمال تو به می کوچه نفری نیه که خوبی تو تعریف کنه زنده بشی الان 10 سال بعد دیگه باز برارتم که کلانتر شه باز مگر بدی از او تعریف کنم همین ساعت کمو ندیدی که گیلا آدم خوبیه می براری انکان نام خدا 10 سال بعد دیگه کلانتر میشه نمیذار کو یک شو و یک چاشته شده خب خلاص دیگه یک شو و یک چاشته یعنی تا نفر بدی پیدا نشده تو که تعریف تو بکنه که گیلا آدم خوبیه نه زنده باشه قربان شما برار من نظر لطف شما ولی تو می کجا بری من غلبه کن دیگه می چه بندازی خوب برو هم ما گفتم هم رنگ گیلکه چیشایی یار اگم رنگ تو باشه به خیر خوشی کوچر بند بسته میکنه چیشایی میت پوشکیلی هم رنگ چیشامه یار برو همه کوچر به خیر خوشی بند بسته میکنه اگه زنده باشی برو به خیر بشی همسایه دیری مادر تو نماده باره شتن جانجره یه لحظه خیلیت جانجره مادر تو نماده چیش پریشونی بده حالا به عروسی خبر شده نه چیش پریشونی چیش پریشونی چیه؟ چیشم روشنانی چه کار شده؟ نانم دیشب نانم به چی خود خدا داده مبارک نانم دیشب 133 دقیقه و 48 دقیقه ثانیه شده بید انا به چی خود امران که بده چی جایی کردم میگم زن کاکا من گفت کدوی جو نشده بشی کدوی همین کدوها تنبلی امران که کدو تنبلی گردن همه باز بشه بگم چیشا تو وضو انا چیزه کاکل بسر نخوندم ارتکه نخوندم کفتره کاکل بسر وای لنگ بر ببور خبر بیار بگو بهم یاره کاکل بسریه برار من اسم را ما بگذاریم
اسم نکردن تاله امشب چی اسم کردن؟ نانه میگه با فرهنگ بگذار با پیار میگه نه ما کو بی فرهنگه گل بی فرهنگ بگذار باز من چی گفتم فلانی ولد فلانی ببین نمیسه اسم بمونه هیچ کدوم هم اصلا بدون به نظر تو بگذار ببین رسم رواج سلمانه هیچ کدوم از این اسم فلانی ولد فلانی خوب نیه فلانی ولد فلانی حالا کدو اسم انتخاب کردیم معلوم نیه دیگه امشب به توافق میرسید من یک چیز دیگه اسم کن رکشا ولد سچار یک چیز دیگه بابا من که نمیبینه میتونه آخا به می یک شو نه یک شو یک چاشت خب یک شو یک شب این چاشت تو با 4 سال تو عقل کمال یا نگرفتی تو با زبون تو واه نشدی با 4 سال 40 سال هم عقل کمال یاد نگرفتی تو به یک شو یک چاشت پیاتر که میبینی تعتقه سرکله سفیدش میبینه بگه هیچ مثل 40 سال بابا من میبینه سفید میزنه میخنده مثل به من میخنده یا بزید تو عتقه که میبینه میخنده اصلا فهمیل عتقه خود که میبینه میخنده چیشم داره فقط پیاله میبینم میفهم چیشم هم من پیاله اینیه چشما تو فقط چشما گسالگه بگیره زنده بش ایلا حال ما تو چی خدمت کنم تولد بزی میگیریم محفل میگیریم شما اثر سفید خوری دادم دیگه روشنوه یک بده البته مادر من خارج اومده که به سفید خوری دادم نه روشنوه یک رونوه یک همون رونوه یک اگه مادر میبیا ماده یک چیزی با بند قنداق میزن اصلا هنو ناماده تو رونوه یک میتل بگی لک تو میفهم که به قصه برار کنی بیا چی؟ دایم بیا میدی جوان دای خود بگی چرفتی خدا حافظ خلاص دیگه دیونه دایل بدید که شاید دیگه سلام خرج میکنم میرم بخور خرج میکنم با برار خم یک چیز میدید چستی میکنم از یا لواشک خوبه لواشک بخر به چیه گوزن لواشک بده برای باد کسیه من بیا برای پسته بچیدیم بیا برای پسته بچیدیم داغی هم دیگر نبیدیم بیا برای پسته بچیدیم داغی هم دیگر نبیدیم دنگ 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 بابا نرودم بابا نرود کجایی؟ آره سر شفتلا سلام علیکم بودن باشه و علیکم سلام جو باشه اشترک کنه خوبه سلامت جو باشه بودن خوشحاله شکر الحمدلله شکر سلامت باشه این که مرچه مرکن که خوب نه والا مرچه بود یا شبوشه مرچه گپایش غلام شکر سلامت باشه مبارک باشه خدا با شما بچه خوردی داده ها سلامت باشه نوش جهان شما یعنی دیگه گیلک از یک کگی خلاص شد دیگه مثلا الهی شکر الهی شکر دیگه بابا روز قرض از بزای بعد آمد با دنبال همون 1000 پول 1000 پول چی؟ پول روغن زر پول روغن زر؟ بله 2 کیلو روغن زر تقریبا بیامد از پیش با گیلک ببردن ننه بگفتم برو برای پولا روغن زر کیلو چند حساب کردیم؟ کیلو 500 کیلو 500 بله این روغن رو از اون روغن رو دبرانی این روغن گوسفندیه گویدیه باشه هم هر چی روغن باشه کیلو 500 نیه دیگه تو هیچ دکتر منم همین رقم فیصله کردم بگم بابا روز حالا پول کارمند مختن ما بره که بعد چای روش از بخو خره شاغلان جان بله ارزون تر حساب کنی تو این گپا نزنه که یک کیلو 500 کیلو 500 روغن زر شده دیگه قیمت بدنه و معلومه ننه میگفتم بوری 1000 بستو مختن ما بره چای روش از شهر بستوره میجسم پیش ما که میزیدی بیاید برات پیل میدی خود دیگه قوانه دیگه ما مال بابا کنیم چای دش بلا نداشتیم اگه کنه بیاوردم با بسته کسی خانه 200 دیپه دارم کوکو خب دیگه نایو دیگه هم میدون دیگه نمیچم دیگه بابا برای چای دش بلا بستوره بخو حالا میگی ساعت کار خوب بچلونی بابا نوازدگر بیام خوبه مسک تنوازگر چوب میزنم خود سوا پسو میدون دیگه این 200 کوکو هیچ کار نمیکنه بگیریم 200 خو مادر میگفتم از اینی کمتر بود یک نیمه کمتر بود دست الان میگم بشین تا پول آمده کاکا جو من چاپخونه ندارم شاغلم جو برار من نوری چه زد میکنه خودم خب پس بریم روغن ما بیاره قهوه داره ما بره بدگه کسب میفروشه برار جو تو سعی کن چی میگم تو همین پلکار ببر خود چایدش لام بستو با دنبال رم تو سوا پاسپورت تیار نره سوا پاسپورت نگه یا تا شو بدی بیا سوا مثلا سوا تو رو بازدگه خود سوا تا نمازگاه تو تیار برد برال میزنه خب خیر بدی
سبا تا را بازدگان رو کمک کنم چیز چاره با خوب است داره برو بس هرچی میسی با خوب است برو 800 دقیقه بابا خوب مدت سعی کن 6 ساعت بیشتر نمیدونه باور کنیم یک دوی کمتر بده خود دانه به طرف به کار رو پلا خو کمتر نبستونه خب برو کی بره خدا حافظ خوش اومدی همین همسایه هم فقط سوی استفاده میکنه روغن رو بده که کیلو 500 دیپه باشه کاش که روغن پی میستونه این مادر گله که پیش خود سرسفیدی میکنه میره روغن زرد میستونه کیلو 500 دیپه من بیام آده برات پیل آمده من از دیری پا کجا بیارم برزی بودم وای 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 کجا بودی گله؟ کجا بودی؟ براتون به غلبه گفتم چی گفتی؟ برار به همسایه گفتم تو گفتی به همسایه؟ خود چی گفتی؟ من گفتم برادر سفر بدیم بعض ندادم هیچ یک ریپه پیل بابا حرام باشه که داده باشم گفتم ما بچه برار مولار ما بچه خود خدا داده امرنگ منه بابا خودم میشناسه مرا انیته نگو گله تو چی میگم؟ یعنی سیری تو میری گوشت مرغ مادر میستونی بفهمیدی؟ چی بستونم؟ گوشت مرغ گوشت مرغ؟ خب بفهمی واسه برای یخنی میکنه میشه گوشت مرغ؟ اندازه 30 روپیه خب برو تو میخنده چی میگه بابا؟ میخنده اکسره شما که میمیل بار یاد نکستون اشتیا یاد نکن چی گفته؟ او گله گفت عمال گپ زد به اشاره گپ بزنه به اشاره که میخنده قش میکنه فکر کنم بابا موها شما که میبینه زوف میکنه گپ نمیزنه میخنده خب شما میگیم به اشاره گپ میده خب من خودت شوخی کرده من ایران شده بابا 30 روپیه بگم عدو هم بدم یا نه یک فقط گوشت مرغ بست و عدو هست بخونه دیگه بفهمی واسه یخنی میکنم بریو برو خوبه زودی بیای دیگه خوبه یک گوشت مرغ یک گوشت مرغ بست خوبه سیکو از این لنگا مرغ هم بست که نخون نداشته باشه لنگا مرغ پا مرغ پا مرغ نخون نداشته باشه چند پا مرغ بستونم 10 روپیه هم از اونا بستو دیگه خب اینا که 30 روپیه خب 20 گوشت مرغ بست 10 روپیه از اونا بستو خوبه برو دیگه برو